هر آنچه از تجربه روزگار و داغ روز است، مخصوص در همین غریبی ها عموماً کجای نباشد. سراول زن این مادر است، دوم خواهر است، سوم همسر است و چهارم دختر کسی است. پس چگونه میتوانی که پست و حقیر شماری، چی از جهت مالی و پولی و جانی استفاده بریش و بعداً خیانت کنی؟ مثل آنه که با عزت نفس یک زنی بیگانه همچون روباه هیله و نیرنگر میشوی. اگر مسلمانی حقیقی باشی، با مقابل نفس خود همچون شیرانه بجنگ. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. او مردی نبود فتاده را پای زدن. گر دست یک زنی برجامانده، بیوزن یا مسکین و غریب و فقیر بگیری مردی. با تو میگویم ای مرد غریب، استفاده مبر که عزیزترین تو را استفاده خواهند بود. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.